به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، امروز ما یک حالت خیلی قتل مرموزی شهید عمر علی قواتوف را کشف نمودیم و عنوان این برنامه ما چنین است: فرمایشگر و قاتلان عمر علی قواتوف آشکار شدند. ما همه آدمی بودم که یکم آدمی که 2012 در مابین یک جهان گفتم که شیطان واقعی در تاجیکستان است. این امام علی رحمان است. این پدنالت کثیفی حرام که این روز مردم تاجیکستان ایفا کرد، همه زواد فابریکا را یک آهن پاره کرد پرتاب، در مابین خیش سوارش همه تاجیکستان را جدا کرد. مال مردم هر شب و روز میدزده، حرکت میکنه، غارت میکنه، نمیمونه که مردم سرش بلند کنه. نمون در تاجیکستان نه زواد نه فابریکی پدنالت از خود نکنه. اینا سرشوی ندارن. این پدنالتو اینا غم مردم نمیخورن. یا گپی بلند گپ بلند میگوین که برای مردم میکنن، برای خلق لیکن پوست شو بکن، تک خوبه میبینی. پوستی بالا شو بکن، پدنالت میبینی که یک خوگی خالی است. این آدمی هسته که از ملتی ما نیسته، از دینی ما نیسته، از فرهنگی ما نیسته. این که در اطراف دجال بچه ها را جمع کرده که ما را حمایت کنیم. ما و شما میتونیم که وطن ما آزاد کنیم. دوستای عزیز، ما همه عمر هستیم که تا از اول تا آخر قسم خوردم که مبارزه ما تا وقتی هسته تا ما در این دنیا چشم میبینم نفس میکشم، ما بازی همین رژیم مبارزه میبرم. عمر علی قواتوف، راهبر گروه 24 از مخالفین سرسختی امام علی رحمانوف، شام 5 مارس سال 2015 در استانبول ترکیه کشته گردید. Лидера таджикской оппозиции Умар Али Куватова убили выстрелом в голову. Это произошло вечером в четверг в Стамбуле. مرگ بر تو رحمانوف، مرگ بر تو. این کشتار را چند نفر انجام دادند، اما ترکیه تنها یکی از آنها، سلیمان قیوموف، زاده ناحیه واسع ولایت سابق کولاب را دستگیر و سپس به حبس ابد محکوم کرد. سلیمان قیوموف کشتار شهید قواتوف را به گردن نگرفت، ولی تفتیشات و تمام شواهد اثبات کرد که او هم تشکیل کننده و هم از مجریان اساسی عملیات این قتل به شمار می رود. پیش از آن که نام های قاتلان واقعی عمر علی قواتوف را آشکار بسازیم، می سازد درباره خود او چند جمله بگوییم. ما اعلام کردیم در مسئله میتینگی برای آزادی مردم خلق تاجیکستان از همه رژیم بدبخترینی در آسیای میانه. خدا بیامرز قواتوف از مؤسسان شرکت فراز بود که بعداً شمس الله صاحب و داماد رئیس جمهوری او را نه تنها از این شرکت محروم بلکه تمام دارایی و مالکیتش را هم تصرف نمود و کار کرد که خسورش با استفاده از فشنگ دولتی او را به عنوان یک جنایتکار معرفی بکند. قصه اش طولانی است بیننده گرامی، ولی همین را بگویم که وقتهای اخیر عمر علی شهید دیگر نه تنها به یک منتقد و افشا سازنده اعمال جنایتکارانه رحمان و خانواده‌اش، بلکه به یک سیاستمدار مردمی و لیدر صدها هزار از مهاجران بدل شده تهدیدی جدی به پایه‌های قدرت رحمانوف محسوب می‌شد. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 عمر علی قواتوف را در کشور رسما منع و آن را برای خط سیاه سازمان‌های افراطی شامل کرد. هرگاهی که قواتوف طریق شبکه‌ها و به خصوص شبکه ماهواره کپلوس سخنرانی ها میکرد، جان از قالب رحمانوف بیرون میشد. Мне интересна тема, как работает механизм коррупции в целом. Какие люди в него увлечены? Могу несколько даже примеров привести. Но один из них яркий – это Хасан Садулаев. Это брат жены президента. Брат жены президента? Да, брат жены президента, да. И чем известен Хасан Садулаев? Ну, мы его называем серым кардиналом. Во-первых, ситуация во всем Таджикистане, сильное мошенничество или жульничество, и группа его не имела предела и конца.
они занимались рейдерскими захватами, ну и тому подобное, тому далее. Но главное, я бы вот обратить хотел на этого человека, потому что если о нем рассказывать, это не хватит даже месяца рассказывать. Но мы должны остановиться на самых таких сильных, будем говорить, где идет вопрос о сотне миллионах долларов. И какое же это самое сильное? Самое сильное – это ситуация с алюминиевым заводом. В 2008 году была сильная рецессия. И в Таджикистане начались большие сборы по поводу Рогунгэса. Начали люди собирать последние деньги. Кто-то начал продавать свои коровы, кто-то начал продавать свои, там, не знаю, что-то. Ну, это было добровольно или как? Это вот у нас Восток, именно вот Таджикистан, это такой народ доверчивый. Вот понимаете, 80% людей безграмотных. Вот все, что говорит, что завтра будет хорошо, люди будут верить и будут последние отдавать. И вот здесь люди отдали до 210 миллионов долларов для строительства Рогуна. А куда эти деньги ушли? Ушли через банк Орионбанк. Этот Орионбанк мы называем семейным банком. Понятно. То есть, если взять теперь Хасана Садулаева, то мы должны тут обратить внимание, что за его спиной стоит сам Эмомали Рахмонов. Он имеет отношение к Орионбанку, я так понимаю? Да, у него 60 компаний. У него Орионбанк, алюминиевый завод, Талкоп Кабель, Орион Иншуринс, Сомон Айрас, Сомон Сохтумон, Сомон Сервис. То есть не пересчитать. Это 60 компаний, которые самые ведомые, начиная от химзавода Юона и тому подобное. То есть человек за короткое время, вот с именно рейдерскими захватами, а главное вот этим вот группой мошенников и жуликов, именно под крылом Рахмона, они как бы захватили это все. شاید $10 میلیون مصرف کرده بود که او را با هر راه و واسطه به وطن بازگرداند. چند نوبت توسط اینترپل پلیس بین المللی او را مورد بازداشت و بازپرسی قرار داد، اما هیچ یکی از این کشورها با شمول همین ترکیه راضی نشدند که شهید عمر علی را به تاجیکستان استرداد کنند. از این جا بود که تهدید و اخطار زیاد به عمر علی قواتوف کمترین تأثیر نداشت. دیگر رحمانوف تصمیم گرفت که او را جسماً از بین ببرد و همین طور هم کرد. این مسئولیت را رحمانوف بر دوش رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی گذاشت. رمضان رحیمزاده سلیمان قیوموفی واسعی را برای اجرای این عملیات جلب کرد. منبع دیگری ما در وزارت کارهای داخلی شاهرخ سعیدوف سرداری اوباپ را مسئول انجام عملیات قتل عمر علی شهید میگویند. بر پایه معلومات این منبع شاهرخ سعید با دستور رستم امام علی همسینف و دوستی نزدیک یک گروه ویژه 32 عضوی را سازمان داده است که در چنین شرایط فرمایشات خاص را اجرا میکند. گفته می شود که مقر این گروه اجیر در ورزا بوده و فرمانهای قتل و کشتار افراد به آنها ناخوشایند را عملی میکردند. در مورد این گروه در مطالب آینده بیشتر خواهیم گفت. اما سلیمان قیوموف نقشی اگنتو گماشته و برنامه ساز عملیات قتل عمر علی را بر دوش گرفت. او را چند مدت در وزارت داخلی آموزانیدند. تخمینا 6 ماه او نقش را که باید ایفا میکرد مشق کرد. بعد که مطمئن شدند او از عهده اجرای نقشه‌ای بر دوشش واگذار شده بر آمده میتواند راهی استانبول کردند. سلیمان قیوموف در ترکیه خود را سوداگر و تاجر راست کرده، حتی کارمند نظافت مسجد در نزدیکی فرودگاه. آهسته آهسته با مرحوم عمر علی قواتوف و یارانش نزدیک می شود. نزدیک شوی اولین مرحله نقشه کشتار بود که او موفق شد و توانست که در یک فرصت کوتاه با عمر علی قواتوف آشنا و حتی دوست بشود. خانم شهید عمر علی از نزدیک شوی شوهرش با سلیمان قیوموف خوشبین نبوده است که بعداً به خبرنگاران این نگرانیش را اظهار نموده بود. خبرگزاری ها در این شب و روز نوشته بودند که 5 مارس قواتوف همراه زن و 2 پسرش به خانه یک هموطن تاجیکستانی با نام سلیمان قیوموف برای ضیافت شامگاهی دعوت شده بودند. با عائله زهر خورانیدند ولی آنها زنده ماندند. در این ضیافت با شهید عمر علی برخی از رفیقانش از جمله سهراب ظفر، حسین اشورف او را همراهی می نمودند. غذای زهرآلوده به همه اینها هم تأثیر کرده بود.
همه به حال و به مدار بودند و با مرحوم نتوانستند از خانه بیرون شوند. عمر علی اما اصرار می‌ورزید که باید از خانه بدر شد، چون اینجا چی گپی هست. خود سلیمان قیوموف با بهانه آن که غذا از گوشت گوسپند تهیه شده است لقمه سمتی دهن نمی کند. وقتی عملیاتی با زهر کشتن عملی نمی شود، مرحوم قواتوف را در کوچه زمانی که در یک دست همسر و در دست دیگر دستان یکی از کودکانش را داشت و منتظر تاکسی بودند از پشت سرش پرانیدند، از پشت سر و با تفنگی به صدا. این 1000 پاراشی پروی موی انم موی پرویو 1000 پارا مشتگیم کاری را ما ادامه میتیم. والله بالله تالله جواب می به نام الله قسم من حتی در گور آرام نمیگیرم اگر که تا این رژیم برکنار نشود. تحقیق مرگ قواتوف آشکار کرد که سلیمان قیوموف با یک چند شریک تاجیک کار میکرد که از بازداشت گریختند و سوار هواپیما و مسکو فرار کردند. دادگاه استانبول گفته بود که دو گمانبر دیگر در تشکیل کشتار راهبر گروه 24 توانستند فعلا از طریق اینترپول تحت تعقیب گذاشته شدند. اسم این دو نفر که نیز شهروندان تاجیکستان بودند به دلایل امنیتی اعلان نشده است. دادرس از سلیمان قیوموف میپرسد که از غذاهای شب 5 مارس برای مهمانان تهیه کرده خود او هم چشیده بود یا خیر؟ قیوموف پاسخ داده است که نه. دادستان ترکیه آن زمان گفته بود که هر دو گمانبر اساسی شهروندان تاجیکستانند. یکی آنها بهادور نام داشته است. آنها با آن عیبدار می شوند که از خیلی قبل به استانبول آمده تا چند ماه نقشه سوءقصد به عمر علی قواتوف را کشیده اند. دادستانی جنایت‌های تروریستی و متشکل استانبول آن زمان به مطبوعات محلی گفته بود گمانبران 6 نفرند و از آنها با عنوان گروه متشکل جنایی نام برده از دادگاه برای آنها وابسته به نقشه‌شان در قتل راهبر گروه 24 از 1.5 تا 4.5 سال زندان و برای گمانبران اساسی حکم زندان عمرباد خواسته بود. ظاهراً دادستانی جنایت‌های تروریستی و سازمان یافته استانبول برای قاتلان تطبیق مجازات و طور غایبانه را طلب کرده بود، زیرا 5 گمانبر دیگر در این پرونده توانستند از ترکیه فرار کنند. از اینجا برمی آید بیننده گرامی که مقامات تفتیشاتی و دادگاهی استانبول هویت مجرمان را می‌دانستند، وگرنه برای کی و کیها حکم زندان بریده میشد، اما چرا نام آنها را اعلام نکردند و تا امروز که از این ماجرا 5 سال سپری می شود کدام تغییرات در این ماجرا پیش نیامده است؟ این حالت را هم اینجا باید تذکر بدهیم که سلیمان قیوموف در ابتدای دستگیر شویش تلاش کرده است که قتل عمر علی را بار دوش سهراب تورایف یعنی همین سهراب ظفر نماید. مقامات تفتیشاتی ترکیه سهراب را دستگیر و 2 روز مورد بازجویی قرار می‌دهند و آزاد می‌کنند. سهراب تورایف یعنی سهراب ظفر، همین رئیس گروه 24 در صحبتی که با خبرنگاران داشته است از یک حالت شبهه انگیز یادآور می شود. در جریان بازپرسی تصور حاصل کرده است که مقامات پلیس درباره چگونه روی دادن حادثه و مجرمان اطلاع فراوان در دست دارند. تورایف گفته است وقتی از او پرسیدم سلیمان در پشت این کار کی می‌ایستد، اقلا مرد بر این همین را بگوی، سرش را خم کرد و حرف نزد، افزوده است سهراب. در همین حال 6 مارس وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و مقامات ترکیه مراجعت میکنند که خبر مرگ شهروند تاجیکستان عمر علی قواتوف و شرایط قتل او را رسما توضیح دهید. یعنی این کنترل ویسترل بود تا رمضان رحیمزاده مطمئن بشود و از انجام با برار عملیات قتل عمر علی قواتوف راهبر گروه 24 و فرمایشگر اساسی امام علی رحمانوف مژده رساند. در گزارش هومان رایتس واچ و کمیته هلسینکی نروژ در ارتباط به این قضیه گفته می شود که قتل راهبر گروه 24 عمر علی قواتوف در استانبول با دخالت یا رضایت حکومت تاجیکستان صورت گرفته است. لازم به یادآوری است که سلیمان قیوموف هم صبح 6 مارس، صبح اولی بعد حادثه کشتار به الماتای قزاقستان پرواز کرد، اما مقامات امنیتی قزاقستان او را باز پس می‌فرستند
و در فرودگاه آتاتورک استانبول دستگیر می شود. سلیمان قیوموف هنگام از ترکیه به سمت قزاقستان پرواز می کند در اسناد او کدام اشکال آشکار می شود و سرحدبانان قزاق او را اجازت ورود نمی دهند و دوباره به ترکیه برمیگردانند. در این میان نام و نسب و عکس های سلیمان قیوموف را برادر حسین اشوروف و نزدیکان مرحوم به پلیس ترکیه می دهند، چون که او کاملا ارتباط را قطع می کند. از این جا بود که او بازداشت می گردد. اگر که اشکال فنی در شناسنامه اش نبود، بیننده گرامی، او هم مثل دیگر قاتلان فرار می کرد و در اصل نقشه هم همین طور بود. اکنون بیننده گرامی معلومات فرستاده منبع های اصلاح نت را با یک کم تغییرات در این برنامه تقدیم شما می نماییم. رحیم زاده رمضان سفارش می گیرد از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که عمرعلی قواتوف را دیورسیه کرده به قتل رسانند. رمضان رحیم زاده جاسوس اگنت تیار می کند. اگنت سلیمان قیوموف به ترکیه رفته خودش را هوادار و پیرو گروه 24 می گوید و حرکت کرده و بواره مرحوم عمرعلی قواتوف می دراید و همه گپ ها را جای بود و باش، محل زیست، سخمه حرکت، کجا رفتن و آمدن، وضعیت مالیوی و خلاصه همه معلومات به وزارت کارهای داخله می رساند. از دوشنبه به ترکیه 4 نفر کارمند وزارت کارهای داخلی برای به قتل رسانیدن عمرعلی قوات به سفر می برایند. یکم، سردار گروه سابق سردار میلیسه فرودگاه شهر دوشنبه ایسازاده نبیجان ایسا، فامیلیای پیشینش گرزوف نبیجان ایسایویچ، سال تولدش 7 ایونی سال 1977، زاده ناحیه واسه، عین حال در شهر دوشنبه استقامت میکند. دوم، محمد علی زاده بهادور، فامیلیای پیشینش عبدالصمدوف بهادور، سال تولدش 1979، زاده شهر باختر یعنی قرغن تپه سابق، سردار شعبه کافتکاوی جنایتی فرودگاهی شهر دوشنبه. سوم، سهراب نام دارد. درباره این معلومات کمتر داریم. در وزارت کارهای داخلی کار میکرده است. از گفته هایشان آدم عمرعلی را پراندگی یعنی قاتل همین شخص است. چهارم، شخصی است که اسم و نسبش معلوم نیست ولی 100% کارمند وزارت کارهای داخلی می باشد و طبق معلومات های دیگری اصلاح این نفر چهارم زن است. برای بینندگان گرامی، این 4 نفر از گروهی متشکله که برای قتل عمرعلی قواتوف به ترکیه آمدند و این عمل را انجام دادند. Если бы в Таджикистане не было бы коррупции, и был бы другой состав, вот режима не было бы, а была бы нормальная социальная демократия, то есть люди бы старались бы строить бы, и пришли бы вот эта вот интеллигенция, которая ушла из Таджикистана, те люди, которые были грамотные, если бы пришли бы, и был бы нормальный контроль той же коррупции и тому подобное, если бы взялись бы сильно по поводу самой системы бы, Таджикистан бы сейчас бы не был в таком позиции и не был бы в таком позорном отношении по поводу иммиграции. То есть здесь все поставлено на неграмотности. То есть какой президент, то есть не надо, чтобы у нас люди обучались, безграмотные, это хорошо для нынешнего режима. Чем больше безграмотных, да, меньше вопросов. Я понимаю, и вот эта вся беда и у вас происходит. То есть лучше постоянно просить, дайте, пожалуйста, Таджикистану денег. Мы очень просим, нам очень плохо, дайте, пожалуйста. این 4 نفر سال 2015 4 ماه زیادتر در ترکیه به سر بردند. در آنجا اول حرکت کردند. عمرعلی قواتوف را با اهل عائله‌اش زهر داده به قتل رسانند، اما زهر قوتش پست بودند و آنها نمردند. بعد آنها دیدند که پلنشان اجرا نشد، خود عمرعلی قواتوف را در بیرون پرانده از جای حادثه غیب میزنند. سلیمان قیوموف را پلیس ترکیه دستگیر میکند، دیگرها میگریزند به تاجیکستان. اینجا گمان میرود که مصلحت با برخی البته داخل ناخنک مقامات ترکیه بود و اگر نه همشان را دستگیر میکردند. بعد از آن که از ترکیه برگشتند به قاتلها وظیفه های بلند دادند. ایسازاده نبیجان از سردار میلیسیای فرودگاه به سردار ریاست کافتکاوی جنایتی وزارت کارهای داخلی تعیین شد. عین حال ایسازاده نبیجان با وزیر سازنیست برای همین رتبه اش را پس کردند و به شعبه شهری میلیسیای باختر یعنی سابق قرغن تپه
پیرواد شده است. محمد علی زاده بهادر از سردار شعبه گفتگاب جنایی فرودگاه و سردار شعبه ریاست جستجویی جنایتی وزارت کارهای داخله تعیین شد. عین حال محمد علی زاده بهادر از وظیفه آزاد کرده شده است و در فدراسیون روسیه در مهاجرتی مهنتی است. درباره سهراب معلوماتی بیشتری نداریم. یکی از این دو نفر را رمضان رحیمزاده از چند وقت پیش برای همچنین روزها زیر چشم کرده هر از گاهی در فهرست نفران جای میداد که برای اجرای عملیات مخصوص تقدیر می شود و انعام به دست می آورند. ماه ایون سال 2014 برای آشکار کردن یک حادثه کشتار که فعالیت باندهای مافیازی قاچاقچیان هروئین مربوط بود در شماری چند نفر دیگر به پادپالکونیک میلیتسیا گریزوف نبیجان ایسایویچ با مبلغ 3000 سامانی جایزه سپرده شد. اما طبق یک معلومات دیگری به ما رسیده بعد انجام کشتار عمرعلی قواتوف لتینانت کلان میلیتسیا محمد علی زاده بهادر محمد علی سردار شعبه ریاست گفتگاب جنایی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تعیین شد و دیرتر باشد پادپالکونیک محمد علی زاده بهادر از اواخر سال 2016 معاون کماندیر قسم حربی عاید به کارهای سیاسی تربیوی قسم حربی 051057 گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان می باشد. به این ترتیب معلوم شد که شهید عمرعلی قواتوف با فرمایش امامعلی رحمان و با دستان کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کشته شده است. این روز برآمد ما نه به مسئله تاریخی گذشته است. این روز ما میخوام در مسئله ارگانهای MVD، KGB، پروکراتور، مینابران و پرزیدنتسکی گواردی و دیگر غیره که کسی که در حکومت در دستش یراق داره. در روز دهم وقتی که مردم میپروید ما میدونم که امامعلی امر میکنه که شما یراقا را بگیرین و برین در میدان حرکت کنید. ما طرفدار جنگ نیستیم. مردم تاجیکستان در مسئله میتینگ حق دفاع خودش میکنه که حکومت باید استعفا بده و ما و شما حرکت میکنیم. در روز دهم همه حرکت را میاندازیم به خاطر آزادی مردم سرزمین همه تاجیکستان. خواهش دارم از ارگانایی که در تاجیکستان هستند شما قسم خوردگید برای نه امامعلی رحمان یک اویله امامعلی رحمان که دزدی کنم روان شما قسم خوردین برای همه مردم خلق تاجیکستان و از طرفی که مردم میبروید شما автоматон کوروکاشون نجیکین زیرا که وقتی که شما کوروک جیکیدین بدونین که از اون طرف کسی که در زمین میغلطه کسی مادر کسی گریه میکنه پدر کسی نالیش میکنه. اما جالب اینجاست که چرا آنها را اگر ترکیه به اینترپول سپارید بخش اینترپول در تاجیکستان شناسایی و بازداشت نمی کند؟ منبع ما گفت که آنها در اصل با نام و نسب و شناسنامه های فالشیوی به ترکیه رفته آنجا چند مدت با همین شناسنامه های ساخته زندگی کرده و بعد آن که عملیات کشتار را انجام دادند باز با همان شناسنامه ها از ترکیه خارج شدند. اما این ساخته کاری دلیل نمی شود که اشخاص مجرم از تعقیب و بازداشت اینترپول نجات یابند. نقطه دیگری که در این قضیه کمتر جلب توجه کرده است این است که سلاح مورد استفاده قرار گرفته است. تا آنجا معلومات یافتیم این تفنگ ساخت روسی بوده و این احتمال هم وجود دارد که آن سلاح متعلق به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان باشد و توسط دیپلمات ها وارد ترکیه شده باشد. البته این احتمال است ولی تیر 100% ساخت روسی است. مقامات ترکیه هم در تحقیقات انجام داده خود تایید میکنند که گروه دیورسیونی که از تاجیکستان برای انجام این عملیات آمده بود همگی با اسم و نسب کاملا دیگر فرستاده شدند. اگرچند قاتلان با تبدیل نام این کار را انجام داده‌اند ولی عکس های در شناسنامه هایشان بوده میتواند آنها را افشا سازد. از این خاطر میتوان گفت که حالا هم دیر نشده است. Тогда что сделает Рахмон, глава республики? Он же прекрасно понимает, что ему конец. Ибо афганские исламисты затопчут Таджикистан. А его как Наджибулу повесят в центре города Душанбе. بینندگان گرامی، پایگاه اصلاح نت باز هم در تحقیق این قضیه و احوال فعلی شخصان قاتل و باز با چه جنایت های دست زده اند ادامه میدهیم. اگر در این قضیه افسران صادق وطن در مقامات آگاهی داشته باشند به اصلاح نویسید.
تا آن را افشا سازیم. بله بینندگان گرامی، این بود این تحقیقات امروزه اصلاح. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.